صاحب تفسیر بحر مدید چی میگه؟ این میگه ولم تتکلم الصحابه علی الاستواء. ما چرا سر استوا گپ میزنیم؟ میگه صحابه دی باره گپ نزدن. چرا گپ نزدن؟ بل امسکوا عنه، از او امساک کردن. چرا؟ به خاطر اینکه صحابه میفهمیدن که در مسائل غیبی گپ زدن بجز از اینکه برای انسان مشکل پیدا کنه چیز فایده نمیده. از این خاطر من برای شما در مسابق درس اول چی میگفتم که نصف ایمان چی است؟ نمیفهم، تسلیمی نمیفهم. ذات الله چی قسم است؟ مربوط به غیب است، نمیفهم، تسلیمی. صفاتش چی قسم است؟ کیفیتش نمیفهم، تسلیمی. افعالش چی قسم است؟ همین قسم است که به ذات الله شایسته است، من نمیفهم. از این خاطر نصف دین که است نمیفهمم است، تسلیمی هست. الذين يؤمنون بالغیب، اینا کسایی که میگن نه ما در غیب تسلیم نمیشم، باید من بفهمم، باید من را چیز کنیم. از این خاطر در صفحه اول قرآن شریف برازیا گفته که تو مسلمان شده نمیتونی. چرا که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغیب. بازی که به غیب تسلیم شدی با نوبت نماز می بعد از باز و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. باز اول عبادت فکری هست. سه قسم عبادت هست. یکی عبادت فکری هست، یکی عبادت بدنی هست و یکی عبادت مالی هست. عبادت فکری چی است؟ الذين يؤمنون بالغیب. عبادت بدنی چی است؟ و یقیمون الصلاة. و عبادت مالی چی است؟ و مما رزقناهم. واضح است نه ان شاء الله.